بر اثر ترمه‌فرایی یک ماه اخیر در منطقه های کوهی تاجیکستان از جمله راه دوشنبه خوجند 13 نفر هلاک شدند. این رقم در نشست کمیسیون دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از زبان پرزیدنت امام علی رحمان صدا داد. وی گفت که تنها در ماه ینور امسال در منطقه های کوهی کشور تقریباً 250 ترمه فرآمده است که بیشتر این حالت به ولایت بدخشان راست می آید. با وجود بیان شماره قربانیان ترمه در تاجیکستان، هنوز نام و نسب همه آنها و محل زیستشان اعلان نشده است. گذشته از این بعضی ادعا دارند که چند تن در پی ترمه‌فرایی در راه دوشنبه خوجند بی‌درک شده، هنوز زنده یا مرده بودنشان معلوم نیست. امام علی رحمان که در نشست کمیسیون دولتی حالتهای فوق‌العاده کشور از خسارات آفتهای طبیعی در 5 سال گذشته نتیجه گیری میکرد، گفت که در این مدت بیش از 120 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر خانه و دارایی‌های خود را از دست دادند. در مجموع به گفته او به بودجه کشور از حساب آفتهای طبیعی در 5 سال گذشته 600 میلیون دلار خسارات یا زیان وارد شده است. وی از ساکنان دارا و مقامات خواست که در این لحظه های مشکل به افراد نیازمند کمک کنند. امام علی رحمان در ادامه این صحبتش آمادگی ها را به همه گونه حالت های فوق العاده در کشور ناکافی خواند و از کمیته حالت های اضطراری و وزارت نقلیات و مقامات شهر و نواحی کشور خواست که این موضوع را جدی تر بگیرند. ولی هلاکت 9 نفر بر اثر فرآمدن ترمه در راه دوشنبه خوجند این بحث را گرم کرده است که شرکت پلچینک ایرس یا اینواتیو رود سولوشنز در چنین مورد چه مسئولیت دارد. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند باید این شرکت همه خسارات را بپردازد که در حالت ضروری نتوانسته است از ضرر جانی و مالی جلوگیری کند. اما مقامات شرکت اینواتیو رود سولوشنز گفتند وظیفه آنها تنها نگهبانی راه است، ولی با این وجود برای تازه کردن راه از ترمه و برآوردن جسد قربانی ها از داخل برف به کمیته حالتهای اضطراری یاری دادند. گذشته از این در چند روز اخیر انگشت اتهام نیز به سوی شرکت راهساز چینی بلند شده است که راه را ساخت اما در مسیرهای ترمه‌گذر مانع بنیاد نکرد.